بارك الله فیکم. و این چنین روایتی دیگر است که یک زن پیامبر را اذیت میداد. این حجت هفتم از قصه اسماء بنت عص صدقتی ماء بنت مروان الاوسی هست که از عبدالله بن عباس روایت است که قال حجت امرأة من خطمه من الاوس النبی فقال من لی بها. یعنی حجوگویی کرد، یک زن مسخره و بازی و دشنام و شوخی کرد در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک زنی که از خطمه بنت از اوس بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم را شوخی و مسخره و استهزا کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کی منو خاموش میکند؟ یک مرد خیست از قوم همون زن گفت که من یا رسول الله، فنهد و رفت فقتلها و نابودش کرد. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح بها عنزان وقال اذ احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی. پیامبر در حق مرد گفتند که هر کسی خواهد نگاه کند که به یک مرد نگاه کند که به دین الله و رسول نصرت داد، به الله و رسول نصرت داد، در غیب نظر کند به عمیر بن عدی. عمیر بن عدی. پس رسول الله در این حدیث هم ببینید چگونه یک زنی که پیامبر رو دشنام داده و حجوگویی و مسخره کرده بود سخن کرده. بارك الله فيكم.